رافیه قاسمبک همیشه راههای مشکل پسند را پیشه کرده است. لباس محافظتی ببر افسر 29 ساله پلیس در پاکستان ممکن است اولین زنی شود که چنین کسب خطرناک را انتخاب نموده است. هر کسی که برای مردم خدمت کردن خواهد برای همه کار آماده است. رافیه یگانه زن در بین 31 مأمور پلیس است که در اکادمی بزرگردانی بمب‌ها در نوشیره در ولایت ناآرام خیبر پختونخوا درس می‌گیرند. در اینجا به شاگردان می‌آموزند که چگونه ابزار ترکنده را با احتیاط خنثی کنند. خردترین اشتباه می‌تواند مرگ‌آور باشد. رافیه میگوید به او دین اسلام جسارت داده است که از خطرها نترسد. من اصلا نمی ترسم. اگر شما بنده خدا باشید فقط از خدا می ترسید. در طول 7 سال خدمت در پلیس ولایت خیبر پختونخوا، رافیه شاهد مرگ افراد بیشمار در نتیجه حمله های تروریستی شده است. هر سال در این ولایت بیش از 800 ابزار ترکنده را بی‌ضرر می کنند. من به خانواده هم گفتم که نه فقط شما بلکه تمام این ملک و مردمش خانواده و خویشان من هستند. مراسم گرامی داشت افسران کشته شده پلیس در وقت خدمت یادآوری دیگری از خطرهایی است که رافیه به آن روبروست. از سال 2008 تا کنون ده ها متخصص هنگام خنثی کردن بمب کشته و یا معیوب شدند. همه آنها سرسپرده و منبع الهام من بودند. آنها نمونه برای من بودند. برای همین من این راه را پیشه کردم. رئیس اکادمی امید دارد رفتار رافیه دیگر پلیس های زن را تشویق میکند که به او همراه شوند. برای ما ضرور است که زنان هم در این عرصه به کشور خدمت کنند. رافیه دور اول آموزش را آخر دکبر تمام می کند. انتظار دارد که سال آینده به محو بمب ها و همینگونه باورهای نادرست درباره زنها در پاکستان شروع می کند.